سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه اخبار آزادی که آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما می‌کند. امروز 13 اپریل و نخست نگاه به سرخط موضوعهای برنامه. کشته شدن باز یک سرباز تاجیک در مناقشه مرزی. یک روز پس از ملاقات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای پیشگیری از جنگ در مرز باز مناقشه سر زد. جنگ و ویرانگری در اوکراین ادامه دارد. تاجیکان در خارکوف میگویند که به مردم نیم گرسنه و سربازان پلاو تقسیم میکنند. یک فضل بوده که همه مقصد زن هنوز بوده مایده 13-14 شده یکون چخودگی نیستند. مادر طاهر و ظاهر را سرطان کشت. خودشان با بیبی پیرشان تنها و محتاج ماندند. نمیدانند کجا روند و چی کار کنند. بگم پدرم بومر بیاد چیکار میکنه کجا میرم کلینیکشون میکنه. همسینفا میوردم میکنه. در نتیجه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در شب گذشته یک مرزبان تاجیک کشته شده است. مقامات قرقیزستان از زخمی شدن دو سرباز خود خبر می‌دهند. تیراندازی و خونریزی در مرز یک روز بعد از آن رخ داد که مقامات دو طرف در اصفهان نشستند و گفتند که چیکار باید کرد تا نزاع تکرار نشود. فرزان محمدی همکار ما به نزدیکی محل حادثه رفت و از آنجا گزارش می‌دهد. مقامات ناحیه دوستی ولایت ختلان گفتند که در مناقشه شب گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک مرزبان تاجیک کشته شده است. ظاهر سید عمرف 27 ساله ساکن ناحیه دوستی ولایت ختلان بود. دوران نشانزاده رئیس ناحیه دوستی در صحبت با رادیو آزادی گفت مراسم ودا با مرزبان کشته شده نیمه روز 13 اپریل برگزار شد. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که در تیرپرانی شام سه‌شنبه سرژانت ظاهر سید عمرف از قفس سینه و شکم تیر خورده است. به گفته منبع با سبب 4 تیر خوردن طبیبان نتوانستند سید عمرف را از مرگ نجات دهند. مناقشه و تیرپرانی شام 12 اپریل در بین دهه خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورف سوخت و دهه بارباردوک ناحیه لیلک بادکند روی داد. مطلوبه جورابایو معاون رئیس جماعت خسته‌ورز تاجیکستان مرزبان‌های کشور همسایه را به سر زدن تیرپرانی شام 12 اپریل متهم کرد. در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت دهات خسته‌ورز عمل می‌کند، وقتی که سرحدبان‌های ما به خدمت خود مشغول بودند، سرحدبان‌های قرقیزستان پیدا می‌شوند و آنها خواستند که با آنها گفت و شنود کنند. سرحدبان‌های ما وقتی که به نزد آنها نزدیک می‌شوند، به طرفی سرحدبانان ما آنها تیر می‌کشایند. در همین وقت سرحدبانان ما نیز به آنها تیر جوابی می‌کشند و در نتیجه یک نفر مرزبان قرقیزستان زخمی می‌گردد. کمتر تیرپرانی می‌شود. مقامات‌های حفظ حقوق در از این باخبر شده آمده این را آرام می‌کنند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت پس از مذاکرات با همتایان قرقیز خود در صحبت حضوری با روزنامه‌نگاران گفت که جانب‌ها ضمن ملاقات مسئله تیرپرانی شب گذشته را بررسی کرده به موافقه رسیدند که قشون‌های هر دو طرف به محل دائمی خود برگردانیده شوند. مسئولان از هر دو جانب خواستار تامین حیات آسایشته ساکنان نزد سرحدی گردیده تاکید کردند که سبب و عامل‌های مناقشه اخیر پرآموخته شود. مقامات قرقیزستان گفتند در تیرپرانی شب گذشته یک سرباز آن کشور زخمی شده است. معاون رئیس جماعت خسته‌ورز میگوید حالا وضع در منطقه مرزی آرام است، هرچند بعضی از ساکنان میگویند از تکرار چنین حادثه‌ها نگرانند. وکیلان پارلمان تاجیکستان خوشبینند که با جانبداری از یک سند همکاری میان دوشنبه و مسکو امکان دریافت نفقه برای مهاجران مهنتی را فراهم آوردند. ولی حقوق شناسانی که در روسیه با مهاجران کاری تاجیک سر و کار دارند بر این نظرند که این کار به آسانی به دست نمی آید. تامین نفقه مهاجران کاری تاجیک در روسیه چند سال باز مورد بحث قرار داشت. روز 13 اپریل این موضوع در جلسه پارلمان هم بررسی شد. شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی در آنجا بودند. وکیلان مجلس نمایندگان سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان را بابت همکاری در ساحه نفقه تصویب کردند. سند تامین نفقه آنهایی را که در کشور همدیگر کار میکنند پیش بینی کرده است.
یعنی شهروند فدراسیون روسیه در تاجیکستان فعالیت مهنیتش را انجام داده با رعایت مقررات قانونگذاری تاجیکستان حقوق به نفقه به دست آورده است. پس تاجیکستان وظیفه‌دار است که به او متناسباً به سابقه مهنتی در اساس قانونی عملکننده جمهوری تاجیکستان نفقه تعیین کند. талабот барои сокинони ҳарду кишвар пардохти ҳатмии андози иҷтимоӣ буда ҳаҷми нафақа аз он бастагӣ дорад. дар гузашта баъзе аз муҳоҷирони тоҷик гуфта буданд ки солҳо дар русия қонунӣ кор карда молиёт супурданд, аммо намедонанд ки ба онҳо нафақа дода хоҳад шуд ё не. масъулини оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи тоҷикистон аз вуҷуди мушкилиҳое ҳарф мезанад ки барои даст ёфтан ба нафақа дар пешорӯи муҳоҷирони корӣ қарор дорад. онҳое ки мисол тӯли солҳои қаблӣ дар федератсияи раисияи коргарния ёки дар чи ки агар ки бошанд ба синни нафақа наздик омаданд аллакай бароянд ҳамин ҳуҷҷатҳошонро дар фондҳои ҳифзи иҷтимоӣ ба қайд гиранд, рафта аз кумитаи андоз маълумотҳоро мегиранд, омада пешниҳод кунанд ки то ки дар фондҳои ҳифзи иҷтимоӣ ҳисоботи ҳамаи бошад. ҳарчанд вакилони парлумон ва мақомоти тоҷик хушбинанд ки бо тасдиқи созишнома роҳи муҳоҷирони тоҷик барои дарёфти нафақа дар ватан боз мешавад, вале бархе ҳуқуқшиносон назари дигар доранд. дар мақомоти федератсияи Россия бюрократия дар сатҳи олӣ мебошад ва барои ҳамин ва хусусан вақте ки муҳоҷир барои амалӣ ёки қонунӣ гардондани ягон кори худ ҳуҷҷат пешниҳод мекунад ба тарафи мақомотҳои давлатии федератсияи Россия, нисбати муҳоҷирон аз тарафи кормандони ҳар гуна мақомотҳои давлатӣ сахт назорат карда мешавад ва гӯем ки ҳуқуқи онҳо ҳам ки дар сатҳи олӣ риоя карда намешаванд. طبق اطلاعی غیررسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند و سهم آنها در رشد اقتصاد کشور و تأمین روزگاری خانواده‌هایشان مهم ارزیابی می شود. بسیاری از آنهایی که در آنجا کار کرده و به سن نفقه رسیدند نمیدانند که حالا می توانند در زمان پیری این کمک را بگیرند یا نه. برنامه را ادامه می‌دهیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش عملیات نظامی در اوکراین را ادامه می‌دهد و اکنون به شرق تمرکز می‌کند. با آنکه زره‌پوش و ماشین‌های جنگی روسیه به سمت ولایت دنباس حرکت می‌کردند، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جنگ روسیه را نسل کشی نامید. هرچند بعداً گفت که این موقعی رسمی کشورش نیست. جنگ در اوکراین 48 روز است ادامه دارد و هزاران نفر در جریان آن کشته شدند. در این کشور تاجیکان هم زندگی میکنند و از کار خیری یکی از آنها همکارم مومن احمدی گزارش میدهد. محمد رحیم خالف تاجیکی مقیم اوکراین که گاه گاه در توی تاجیکانی خارکوف آش میپخت، حالا این کار را هر روز انجام میدهد. او برای صدها غیر نظامی و نظامیان در این شهر یک هفته باز آش میپزد. Обалденный плов. Таджикский диаспора помогает. در خارکوف که دسترسی به برق محدود شده است، ساکنان خوراک گرم پختن نمیتوانند. 10 تاجیک مقیم شهر که تا آغاز جنگ تجارت داشتند، تصمیم گرفتند برای مردم غذای گرم پزند. حوله محمد رحیم خالف آشپزخانه انتخاب شد. ما این رفتیم از 13-14 روز دیگه یگان تمام خورگی میسن. در یک فضل بودک همه مقصد زن همه بودکای مایده 13-14 روز دیگه یگان خورگی میسن. بسیار آدم‌ها گشنه و تشنه ماندگی، بسیار شهر بسیار جوشه، خیلی بمباران کردگی، سویت نیست، آب نیست، گاز نیست. همین از خودمون دیدیم که هم خیلی مشکلی بسیار است و فکر کردیم که خیلی چی کنیم، یاردم کنیم. محصولات را تاجران تاجیک و سرمایه‌داران اوکراینی می‌آورند. هزاران ساکن شهر از ترس بمباران در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند.
صدای تیر هنوز شنیده می شود. خطرناک تو که نیم خواب گشنای بودکوی مایداک مخمون همین کارا از سر خمون گذشتگی ما میدونیم گشنگی چی است. بودیم سال 1994-95 این سرباز برای همیراقانش آش میبرد. تاجیکی شهروندی اوکراین است. ساکنان محلی از اقدام تاجیکان به خوشی استقبال کردند. شما به خانواده‌های ما، کودکان، زنان و پیران خوراک گرم کمک کردید. ما از شما خیلی مینه‌داریم. در ما جنگ است. این دوستان ما از تاجیکستان پلو خوب پختند و همه را خوراک می‌دهند. تشکر بچه‌ها. سلامتی و صلح می‌خواهیم. به دلیل کمک پولی ناچیز و تنگدستی تعدادی از خویشاوندان افراد معلول در تاجیکستان رو به کمک خواهی می‌آورند. ده‌ها نفر برای یاری در طبابت فرزندان خود به مردم مراجعت می‌کنند. یکی از این خانواده‌ها که 2 معلول دارند می‌گویند برای طبابت آنها همه دارایی‌شان را فروختند و به نتیجه نرسیدند و حالا زندگی سختی را پشت سر می‌کنند. همکاران ما نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز به سراغ یکی از این خانواده ها رفتند. طاهر و ظاهر میرزایف ها 2 برادر معیوب مادرزاد بسیاری وقت خود را در خانه در بری هم میگذرانند. این 2 برادر از زمان تولد مستقلانه راه رفتن نمیتوانند. بگم پدرم بومر میاد چیکار میکنه دیگه میرم کلینیکشون میکنه. همسینفا میوردم بهتنه. آنها تا حال از مقامات تاجیکستان کمکی چشمرس دریافت نکردند. تنها یک مرتبه کارمندان ساختارهای دولتی از دلسوزی برایشان 150 سومانی و 5 اوربچه یا پامپرس توفه کردند. وزارت تندرستی بده چی بده او جابرمون او دادن که مقطع چی دبرین پلکین که 2000 دبرین همون جدین شد پلکین که 2000 تلفن کرد نمیادم میه همه طرف ای پامپرس ای پول ای پشوکای بوده کارا تامین کنه گفتن اگه گرفتن ایامو آدمو خچون دستمی جنگ کن. برادران طاهر و ظاهر میرزایف ها همراه با پدر و بیبی و خواهر خود در خانه اجاره در دوشنبه زندگی میکنند. برای اجاره منزل هر ماه 1000 سومانی پرداخت میکنند. پولی که برای یافتنش رو به رحم خدایند. بنفشه نظر و مادر این 2 معیوب سال 2019 در پی بیماری سرطان درگذشته و حالا مسئولیت نگاهبینی آنها بر دوش بیبیشان مانده است. تا این اواخر پدرشان تاکسیرانی میکرد اما ماشین اجارهش را صاحبش بازپس گرفته است. هر یک خرخوی باشه یک صاحب یک منزله ممکنه نکجون. در تاجیکستان حدود 150,000 معیوب زندگی می کند که تقریباً 25,000 نفر از آنها کودکان می باشند. هرچند مقامات تاجیک خود را جانبدار کشوری اجتماعی معرفی می کند ولی شکایت های نفران معیوب از آن گواهی می دهد که در زندگی چنین افراد مشکلاتی حل نشده خیلی زیاد است. در وزارت تندرستی می گویند کمک پولی 500 سومانی برای هر یک نفر کمبیزاد در تاجیکستان از سوی رئیس جمهور کشور داده می شود ولی این خانواده با این کمک ها برخوردار نیست. شما شاید زنده که سال گذشته 50% نفقه اینا از اندازه یکال زیاد کرده شد. ظاهر نسبت به طاهر با دشواری هم باشد حرکت می کند اما برای حرکتی وی هر ماه 1 جفت پایپوش لازم است. این دوچرخه را هم خیرخواهان برایش دادند که اکنون با سبب کهنه شدن با دشواری حرکت می کند. با همین مطلب نشر نوبتی اخبار آزادی را به پایان میبریم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و هم آزادی ویدیوی یوتیوب دسترس است. خود را احتیاط کنید و تا ملاقات بعدی خدا نگهدار شما.